مهمان خاندان شما هستیم در وقت معین شده با برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیون بهارستان. السلام علیکم هواداران عزتمند. این برنامه نوبتی ماست که بخشیده به جشن بین المللی نوروز تهیه و پیشنهاد شما میگردد. اطمینان دارم که برنامه نوبتی ما با شما پسند می آید و باور دارم که در فضای ایدانه صحبت کردن با این دستورکان با قهرمان برنامه با شما پسند می آید. تماشابینان عزیز، ما سلام مخصوصی خود را به شهروندانی که بیرون از تاجیکستان ما رو این لحظه تماشا نموده ایستادن برای شما نیز درودی مخصوص میفرستیم و این قرصک ها برای شما و دوستان عزیز. با قرصک های همین دستورکان من میخوام مهمان برنامه نوبتی رو معرفی بکنم و دعوت بکنیم به صحنه هنرپیشه شایسته تاجیکستان خیرنسا وطنزاده. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه در مهمانی تلویزیون بهارستان. سلامت باشید. سلامت باشید. باور دارم که همراه این دستورکان یک صحبت بسیار جالب با هم خواهیم داشت و اطمینان دارم که برنامه ایدانه ما و تماشاگران شبکه بهارستان پسند میآید. جشن بین المللی نوروز با شما نیز مبارک. سلامت باشید. تشکر برای شما. خوش آمدید. تماشاگران عزیز، بعد از چند لحظه ما میگذاریم به قسمت سوال و جواب با شبکه بهارستان می‌آییم. ما در تنتنه جشن بین المللی نوروز قرار داریم و در سرتاسر تاجیکستان البته این جشن رو با شکوه در ناحیه‌ها، در شهرها، در ولایت‌ها البته تجلیل می‌نمایند. ساکنان با یک فرح و شادی استقبال از این جشن ملی تاجیکان است دارند و باور دارم که شما هم از دواده و سرگردانی‌های خب چاره‌بینی‌های سطحی جمهوریوی بند هستید و بید خودتون بگید که در عرفه تجلیل از این جشن با شکوه با کدام کارها شما بند هستید؟ سلامت باشید. سلامت باشید. چون بهار فصل زیبای سال است، فصل شکفتن‌ها، آغازی سال است و همگان از غرب تا شرق همه قبای ایدانه، قبای سبز، گلپوشت و گلگون به بر نموده و پیشوازی بهار مثل که سرکرده از گلهای یاسمن و قاقی و بابونه سر بالا برداشته، مثل که به آمدن پیشوازی بهار و نوروزی خجسته پایانداز میپرتایند. ره شمالکی بهار، شمالکی زیبای بهار، ره گلها رو پاش میدهند و طبیعت ما رو باز هم زیباتر میکنند. جشن نوروز نازنین از همین شکوفایی ها، از همین رستن ها، از همین گلبیز های و گلریز ها آغاز میگردد و همین گونه از خرد تا بزرگ همه مثل که همین نورستان ما، همین شیرینکان ما که این لحظه چقدر زیبا، ایدانه، شکوفا با چهره های زیبا، نوابسته از آنه که در کدام ساحه کار و فعالیت میکنند، هنرمند از پی ایجاد و دیگر کودکان از پی بازی های نوروزی و عموما شادی های خود هستند. و همین گونه آغاز می‌یابد نوروز، جشن بهار. سلامت باشید. تشکر برای شما. و این بود یک گفته های بسیار زیبا از جانب قهرمان برنامه نوبتی ما و سوال هایی رو میشنویم که از جانب این خوانندگان آماده شده است و این لحظه برای شما پیشنهاد میشود. باور دارم که البته با سوال ها درست پاسخ میگید و این کودکان هم از جواب شما قناعتمند میشوند. بله، سلامت باشید. کی سوال دارد با مهمانی برنامه نوبتی ما؟ چقدر بسیار. سلامت باشید. تشکر برای شما. مرحبا شما. اپا جان، صبح شما چگونه آغاز می شود؟ تشکر عزیزم. ما پیش از آنی که هنرمند هستیم شروع میکنیم به دیگر کارها. پیش از همه صبح ما مادران از آن آغاز میگردد که آمادگی از سرآغاز فرزندان رو آماده میسازیم و پی کار و پیکارشان و بعدا پی کار و پیکاری خودمان میشویم. بله. و همین گونه. نگفتید که فرزندان با کدام کارو مشغول هستند؟ 3 فرزند دارم. بله. 3 فرزند شیرینک 201 دارم و همچنین 2 نویرچه شیرینک دیگر با نام
بینظیر جان و عمر جان بله. و فرزندانم شهنازا جان، سید محمد و یوسف جان. هر سه فرزندان پای کارهای خود کلانی خانه‌دار، خدا به شکر، و پسرم دانشجو هست این حال در بخش سیومی دانشگاه ملی تحصیل میکند و خردی یوسف جان حالا در صنف دهم تحصیل میکنم. می‌کنه. سلامت باشه. تشکر برای شما. سوال‌های نوبتی رو میشنویم. مرحمت. اپا جان، در خانه شما حجره مخصوص برای آرایشات و یا مکافات‌هایتان هست؟ جانی اپاش آفرین، بهترین. البته اگر که این خیال نباشد پس من اینقدر مکافات های و اینقدر چیزهایی که از خارج کشور تا به امروز جمع آوری نمودم و آنها رو کجا میگذارم؟ البته که هست. فرزندان من هر روز، نبیرچه های من از این مکافات های من پرسان میشوند، شناسایی میکنند و البته هست. بله، تشکر. از خوراک ها و دسترخوانی که مخصوص در جشن نوروز آماده میکنن، شما در خانه آماده میکنید؟ بله، بله. بخصوص در جشن نوروز کدام خوراک رو آماده میکنید و عموما دسترخوان شما از کدام محصولات آرا داده میشود؟ براستی در جشن نوروز فرزندان من پرسش میکنن، خوراکای پرسشی خود را، هر کدام خوراکای ملی را پرسش میکنن، دوست دارن و همین خوراکای ملی را زیاد شکراب و همین دنگیچه و دلده آماده میکنید دلده؟ بله، بله. چون خوراکای ملی خیلی خوش‌طعم، خوشمزه هستن و یگان عید و جشن ها از این خوراکای ملی استفاده میبریم، آماده میکنیم. سلامت باشه. تشکر برای شما. هر یک هنرمند در خانه یک کلکسیای مخصوصی خود رو داره، یعنی کلکسیای خصوصی خود رو دارد که در اونجا سر و لباس و عموما هر چیزی که استفاده شده است در کدام یک چهاره‌بینی و شما همیگونه کلکسیا دارید یا نه؟ بله، دارم. زیاد چی از جهت لباس هایم و زر و زیور، آرایشات نقرگین و دیگر هر گونه آرایشاتم تا از سر تا پای افضل، سر تا پا، هر یک کلکسیای من همش البته نگاه داشته می شوند، چون من زیاد دوست دارم لباس های خود را و آرایشات خود را زیاد دوست دارم، چون سفرهای خارج از کشور زیاد بودیم. خیلی پرسان شدند به خاطر که خریداری کنند و نتوانستند که از این لباس هایم، از این آرایشاتم فروخته باشم. چون دلم نشد برای آنکه هر یکی آنها یک خاطرات، یک تاریخی کوچک خود رو دارند. بله. سلامت باشه. تشکر برای شما. یک سوال دیگر رو میشنویم، بعداً یک رقص بسیار زیبا رو تماشا میکنیم. امروزها با چی کارها بند هستید؟ سلامت باشید. امروزها چون فصل بهار است، ما در عرفه عیدها قرار داریم، چون ماه مرد سراپا جشن و عیدها رو در بر میگیرد و آمادگی و جشن و عیدها، آمادگی سر و لباس های نو و تهیه رقص های نو، آمادگی به جشن و عیدهای مقصد ملی خودمان. سلامت باشه. تشکر. تماشابینان عزیز، این لحظه یک رقص زیبا رو تماشا میکنیم، بعدتر برمیگردیم صحبت رو در قسمت دیگر ادامه میدیم. یک قرصک میزنیم و مرحمت.
ادامه برنامه در مهمانی تلویزیون بهارستان است. خسته نباشید تماشاگران عزیز و یادداشت می‌شیم که برنامه ما بخشیده به جشن بین المللی نوروز تهیه گردید و شما با ذوق با شوق فکر میکنم تماشا نموده ایستادید ادامه برنامه ما رو. و مهمان برنامه ما هستند هنرپیشه شایسته تاجیکستان خیرنیسا و تنزاده. بارگاه خوش آمدید و یک قرصک دیگر باز وارد شما. این لحظه سوال‌های نوبتی رو میشنویم. مرحمت. اپاجان در جشن نوروز روی اسباب ضرب تالاق رقص نترسیدید؟ آها آفرین سلامت باشید. اگر شما می بودید میترسیدید؟ میترسیدید. البته که من هم یک ترس داشتم در دل، لیکن وقتی که موسیقی آغاز گشت و من بینم که در پایان همه با ذوق در گرد همین طبلی که من میرقصیدم آنها با طبل می نواختند و آواز صدا می دادند به خاطر دستگیری من صدا می دادند و یک لحظه که همین ترس بدتر از دل من دور شد و اجرا کردم. برای رقص در بالای طبل شما چند مدت تمرین کردید؟ ما طول یک ماه تمرین کردیم و این رقص رو در پستی حالات طبل تیار نبود. و بعدا وقتی طبل تیار شد من بالای طبل یک باره برآمدم. بله. و تماما فکر کردم که حرکت هایم حاضر ناجا می شوند. رفت و ناگاه می افتیدید. خدای نکردن ناگاه می افتیدید. چیکار میکردید؟ نه اکنون وای طبلی که من بالای طبل که می رقصیدم وای بسیار نغز مستحکم ساخته شده بود، مخصوص برای رقص ساخته شده بود، چون میدونستند که در بالای این طبل مخصوصا من خیرنیسا می رقصم، چون رقصی من به ضرب پای اجرا کردن نمی شود. در همین حالت ها باید یک هنرمند باید چیکار کند وقتی که مثلا در یک حالتی نمیدونم ناگوار قرار میگیرد یا میافتد یا عموما یگان حالت دیگر باید چیکار کند هنرمند؟ فکر میکنم که هنرمندی کسبی باید که از این حالت تیز با آسانی باید برآید. گویا که رقص بودید. بله، گویا که همین گونه تهیه شده است، باز باید که این چیز رو معلوم نکند. بله، تشکر برای شما. از این طرف سوال میکنیم. مرحمت شما. من میخواستم شما رو از نزدیک ببینم. تشکر میگویم به تلویزیون بهارستان که این گفته من رو عملی گرداندند. سلامت باشید، زنده باشید. تو چی نامت چی اینجا بیا؟ نامت چی؟ مهرانه. آفرین مهرانه جان، رحمت. من هم خرسند شدم این لحظه در احاطه چنین دستوریکان زیبا و من هم مثل تو تشکر میکنم از تلویزیون بهارستان که چنین برنامه خوب و دیدنی پیشنهاد میکنند و با واسطه این مخصوصا با واسطه همین برنامه میتوانند دستوریکان ما هنرمندانی دوست داشته خود را از نزدیک ببینند، شناس شوند و میتوانند هنرمندانی چهره های هنری تاجیک را از نزدیک در این برنامه از نزدیک دیده باشند. سلامت باشید. تشکر برای شما. اپا جان شما از چی میترسید؟ از سگ میترسم. شما نمیترسید از سگ؟ آفرین. من در خردی مثل شما همین خیلی خردکک بودم و به خانه همسایه میرفتم که همین سگ همسایه از پایم کشید. به همین جهت تا حاضر از سگ میترسم. سلامت باشید. تشکر برای شما. سوالی نوبتی. شما استادی رقص هستید، استادی خودی شما کی هست؟ سلامت باشید. تشکر. البته هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هر کسی را باید استاد پیروی باشد و من هم در این ساحه در این راه استاد دارم، فیضلا کریموف، هنرمندی مردمی تاجیکستان. بله، تشکر برای شما. خود شما چند شاگرد آماده کرده تو این زمان؟ زیاد. وقتی که من در مکتب گیمنازیا کار میکردم و طول 10 سال شاگردای زیاد تیار کردم و چون که دوستدارانی سالهای اخیر دوستدارانی همین کسب هنری دوست داشتنی یعنی زیبا پرستا، دوستدارانی که ساحه رقص رو خیلی دوست می‌دارن، ذوق و شوق زیاد دارن. ما یک محفل داشتیم و زیاد
شاگردان رو آماده بله کردید. آمادگی میدیدن کار میکردن ولی انتخاب نکردن. سلامت باشه. تشکر برای شما. سوال نوبتی مرام. اپا جان وقتی که راه پس این برنامه گرفتید شما چه احساس فرا گرفت؟ نپرسید عزیزم، همین قدر در هیجان بودم گفتم که این دوسریکای قابل و دانا با من چی سوال ها پیشنهاد میکرده باشن، آیا من اون دوسریکان رو قناعتمند میگردانده باشم یا نه؟ همین گونه فکر اندیشه ها داشتم. سلامت باشه. تشکر برای شما. тамошобинони азиз, як рақси зебои дигарро ин лаҳза якҷоя тамошо мекунем аз ҷониби устоди рақс Хайринисо Ватанзода ва бармегардем суҳбатро идома медиҳем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аст. хаста набошед тамошобинони азиз. ва ин лаҳза мо суҳбатро дар қисмати навбатӣ идома медиҳем ва саволҳои навбатиро мешунавем. Марҳамат аз ин тараф. اپا سرود خونده میتوانید؟ سلامت باشید. وقتی که نه قدم های اولین رو به صحنه پروفسیونالی گذاشتم سرود میخوندم، آوازخوانی میکردم کم کم. هنرمند یک راه رو همون راه انتخاب کرده رو تا به قله اخیر برده تواند. بله بله، یعنی شما سرود سراده نمیتوانید. بیاید میسنجیم سرود دوست داشته تو زمزمه کنید. ولی من فکر کردم در کار برای همین. سلام باشید. تشکر برای شما. خب بیاید چند اصول رقص رو با این دخترکان شما در صحنه نشون دهید.
همین دخترکایی که چکن دارن کنی از جای یکامون میخیزیم باز شما دو نفر شما بسیار نقص کمی پیشتر انا اکنون یک دو حرکت رقصی رو اجرا میکنیم با هم کنی کی زیباتر اجرا میکنه میبینم که در این برنامه همون دخترکایی جلب شدن دخترکایی اشتراک میکنن که رقص رو به خوبی درک میکنن و دوست میدارن همین خیلی است خب کنی رفتیم یک سه ای چهار با یک دو سه چهار دستا در میان یک دو سه چهار باز روی به محکم میکنیم یک دو نگاه ها با یک دیگر زیبا خنده شیرین و همین گونه آفرین سلامت باشه تشکر بهترین رحمت تشکر از مشاهده ها کدام آفرین. از این خواننده ها خوب اجرا کرد این شرط رو همشون نقص بودن سلامت باشه تشکر سوال نوبتی رو میشنویم از دوره های مکتبی برایمون نقل کنید. سلامت باشید در این محیطی که من قرار دارم خود از خود همون دوره های مکتبی پیش نظر می آیند شیرین چقدر لحظه های شیرین چقدر دوره های شیرین دوره های بی‌غرض بی‌کینه بی‌غم دوره های خاطرمان دوران مکتبی دوران خردسالی و من چون مثل شما عیناً همین سن سال قرار داشتم 7 سال 8 سال 9 سالم در بر بود و من در کروژوکی هوسکاران مکتب اعضا بودم و زیاد می رقصیدم لیکن با وجود آنی که در کروژوکی هوسکاران مکتب اعضا بودم می رقصیدم و بعداً در صنف‌های بالایی علاقه من سرداری همون کروژوکی هوسکاران مکتب بودم و با وجود آن که در چهاربینی‌های مکتب اشتراک می‌کردیم بسیار فعال بودم و مثل شما همین خیلی کوکوچه‌ها تاقیچه‌ها همین خیلی لباسک‌های چکن و ادرسک به بر می‌کردم بسیار شیرین از دستکم پدر و مادرم گرفته و مکتب می‌بردند و من رو دستگیری می‌کردند و بسیار لحظه های شیرین بود لیکن از درس ها نمی گریختم از درس ها قفا نمی موندم و همیشه وقت برابر اونی که در چهاربینی ها اشتراک میکردم و باز در برابر اینقدر اشتراکی فعالانه همون چهاربینی ها باز همه فن ها رو دوست می داشتم و همه فن ها رو با وقتش با بهای خوب اعلا میخوندیم. سلامت باشه تشکر برای هنرمند بهترین تحفه چیست؟ سلامت باشه بهترین تحفه برای هنرمند این مهر و محبت مخلصان و اون مهر و محبت و دوستداری مخلصان است که هنرمند را باز دوچند و ده چند نیرو میدهد ذوق میدهد زحمت و مهنت هنرمند به خاطر مخلصان است مهر و محبت است که این لحظه من با شمایم این مهر و محبت شما است سلامت باشه تشکر آپا جان ما هم با شما رقص کنیم؟ البته چرا که نه سلامت باشه تشکر برای شما سلامت باشید حتما بعد از چند لحظه یک موسیقی دیگر پیشنهاد میکنیم برای شما بینندگان عزیز خیرنیسا و وطن زوده میرقصند و این دو سورکان همراهشون میرقصند میشود بعد از چند لحظه تمام سلامت باشید تشکر برای شما ما یک موسیقی پاپوری آماده کردیم این لحظه همون موسیقی رو از کارگردان خواهش میکنیم پخش میکنن و خیرنیسا و وطن و بیرقصند روز شما راضی هستید بده قرصک میزنیم استقبال میگیریم تشکر
тамошобинони азиз, идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аст ва мо дар қисмати охири барнома ҳастем ва дар қисмати охир чанд саволи дигарро якҷоя аз забони ин дусурайакон хоҳем шунид. Марҳамат, ки суол дорад? шумо дар оилаи ҳунарманд ба воя расидаед? ман дар оилаи коргари оддӣ ба воя расидам, лекин хушбахтона гӯё ки дар оилаи ҳунарманд бошам, чун манро аз хурдӣ он қадар завқу шавқи падару модари ман ба мусиқию суруд он қадар завқу шавқ доштанд ки ҳамон завқу шавқро дар дили ман маҳз агар гӯям ки дар хурдӣ падару модарам бедор намуданд хато намекунам, чун онҳо аз дастакам гирифта манро ба тамоми он чорабиниҳою он базму бозиҳои тӯю суру маъракаҳое ки мешуд мебурданд ва ҳамин гуна оғоз шуд қадамҳои аввалини ман. Дар умум падару модар чӣ кор мекарданд? падару модарам кишоварз буданд, чун бисёр пешқадам буданд, пешсаф буданд ва аз ҳамин лиҳоз боз идеал ба тамоми ҳамон мардуми ҳамон деҳа буданд ва ман низ фахр мекунам ки дар оилаи чунин санъатдӯст падару модари фаъоле ки мисол мо фарзандонро 6 фарзандро ба ҳар як роҳе ки интихоб кардем дастгирӣ карданд ва дуо доданд. Саломат бошед ва имрӯз муваффақ ҳам ҳастанд. Ташаккур барои саломат бошед. саволи навбатиро мешунавем. дар хориҷа рақси тоҷикиро чӣ гуна қабул мекунанд? саломат бошед. бисёр бисёр олӣ, бисёр хуб, бисёр нағз агар гӯям, чунки хориҷиён зиёд аз рақси тоҷикӣ, аз фарҳанги тоҷикӣ, аз либоси миллии мо, аз забони мо зиёд тарафдорӣ мекунанд, қабул доранд ва мехоҳанд дар бисёр ҳолатҳо мехоҳанд ки аз забони мо, аз санъати мо, аз фарҳанги мо омӯзиш карда бошанд, ба худ як чизе гирифта бошанд ва бисёр хуб. Ман фахр мекунам ки мо санъати пешрафта, санъати тоҷик, миллати фарҳангию таърихӣ ҳастем. бисёр фахр мекунам ки мо тоҷик ҳастем. Ташаккур барои шумо. беҳтарин. аз саволҳое ки мо ба шумо додем кадомаш беҳтарин буд? фикр мекунам яке аз дигаре беҳтар буд. ҳамаш хуб буданд, беҳтар буданд. Ташаккур барои шумо. дар ситоиши модар чӣ гуфта метавонед? саломат бошед. беҳтарин модар ин як шахсе ҳаст ки мо агар солҳою моҳҳо, рӯзҳою соатҳо, тамоми фасли сол агар модаронро ситоиш кунем, агар аз модарон гӯем, дар бораи модаронро васф намоем, каме андар кам аст. қалби модар як ҷойгоҳи ҷовидонтарин, гармтарин ва азизтарин ҷойгоҳе барои фарзанд ҳаст. ҳатто дар рӯзгоре ки мӯйҳои сари фарзанд сафед шуда бошанд ва модар як моҳест ки ба дилҳои мо, ба қалбҳои мо гармӣ медиҳад ва ба хонадони мо рӯшноӣ мебахшад, чун модар аз қадамҳои аввалин ба мо роҳ рафтан, хуфтан, хӯрдан, хобидан ва ҳатто ҳарфи аввалини ки мо ҳар як тифл ба замон меорад модар аст. ва чӣ қадаре ки мо дар бораи модар гуфта бошем, чӣ қадаре ки модаронро васф кунем, ками андар кам аст. гуфтаниам ки биҳишт ки ризои модарон аст, дар зери қудуми модарон аст. саломат бошед. беҳтарин. мо ки дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯз қарор дорем ва фикр мекунам ки иштирокчиёни барномаи мо вобаста ба ин ҷашни бисёр зебо ва бошукӯҳ чанд шеър медонанд. дуруст аст? кӣ медонад вобаста ба ҷашни наврӯз, баҳор умуман шеър медонад? шумо? марҳамат. بهار آمد صدای بلبل آمد نسیم و فارم و بوی گل آمد لباسی سبز را صحرا به بر کرد کلاهی سبز سفید آلو به سر کرد
باز کی شما مرامت دشت و دمن گلپو شد، باغ و چمن گلپو شد، بین گرچه گونه سر به سر خاکی وطن گلپو شد. آمد بهاری نازنین بر این دیاری نازنین، از نو زمین بیدار شد، ایامی کشت و کار شد. ابری بهاری بر زمین شادانه گوهر بار شد. آمد بهاری نازنین بر این دیاری نازنین. احسن آره شما باز کی مرامت نوروز دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسمی کار آمد. نوروز مبارک باد، هم بی وطن نوروز، هم بی چمن نوروز، در دشت و دمن نوروز. نوروز مبارک باد. آفرین سلامت باشید. باز کی میدوند شعر بهار نوروز مرامت آمد فصلی بهاران، پرلاله شد کوساران، یک دامه لاله چیندیم کی هست از لاله بهتر، از لاله بهتر مادر. این لاله ها را خندان گیرید از من مادر جان. سلامت باشید. тамошобинони азиз чанд лаҳза пештар фариза як суол доданд ки хайринисо ватанзода як рақси зеборо анҷом бидиҳанд, мо ҳамроҳашон бирақсем. пеш аз анҷоми барнома як рақси зеборо тамошо мекунем. марамат. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатии мо ва ёдрасм шуд барномаи навбатии мо бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз таҳия ва пешниҳоди шумо гардид. бори дигар аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи шуморо ба ин ҷашни зебогӣ самимона табрику муборакбод мегӯям. ба хонадони шумо саодатмандӣ ва хушбахтӣ таманно дорам. агар дар анҷом қаҳрамони мо низ ягон сухан дошта бошанд, суханони табрикотӣ мешунавем. марамат. саломат бошед. ин лаҳза он қадар хушҳолам ки аз хурсандӣ дар муҳити ин дусрӯякон ва саломат бошед арзи миннатдорӣ мекунам
به شما که این لحظه که در محیط زیبا و شکوفا قرار داشتیم. تمام هواداران و دوستداران تلویزیونی بهارستان را با جشن نوروز خجسته تبریک و مبارکباد میگویم. نوروزتان مبارک باشد. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، ما از پای جستجوی قهرمان برنامه نوبتی همون میشویم و تا برنامه نوبتی با شما خیر خوش میکنیم. خیر تماشابینان عزیز.